درود، خوش اومدین به چنل خودتون. بچه ها امروز با هم دیگه میخوایم در مورد سلیمان صحبت کنیم. اما این بار سلیمان چگونه سقوط کرد و چه خدایانی رو پرستش کرد و برای چه اجنه هایی، چه دیو هایی، چه اهریمن هایی قربانی کرد. میخوایم این بار به این قسمت در کتاب مقدس بپردازیم. خب همینطور که میدونین سلیمان پسر داوود بود. در شهر اورشلیم یک خانه‌ای بنا میکنه و کلا اورشلیم رو سر و سامونی میده. واسه اولین بار خانه برای خدا بنا میشه اونجا، کاری که به داوود گفته شده بود، یعنی خدا یهوه بهش میگه. اما سلیمان اینجا میاد و انجامش میده. همون شهری که توش عیسی مسیح به صلیب کشیده میشه، همون اورشلیم. خیلی‌ها میگن که به سلیمان یه انگشتری داده میشه که یک نماد یا اسم خدا روش بوده و همه شیاطین از اون انگشتری میترسیدن و تحت سلطه سلیمان میرفتن. اما من فکر میکنم این اشتباهه. چرا؟ چون اینا همش یه نظریه است و میگن هستش، در صورتی که توی کتاب مقدس و توی کتاب یهودی به این اشاره نشده. اما میگن که به خاطر حکمت بالاش بوده که تمام حیوانات، تمام درخت‌ها، تمام طبیعت، تمام انسان‌ها زیر سلطه‌اش بودن. نه اینکه به حرفش گوش بدن، بلکه با حکمتش همیشه با خردش کاری میکرده که همه چیز طبق برنامه پیش بره. یه جوری صحبت میکرده، یه جوری برنامه‌ریزی میکرده که انگار حتی حیوونا هم ازش حساب میبرن. اما به خاطر حکمتی که داشت، این شخص سلیمان پادشاه شخصی بوده که چون حکیم بوده یه قدرت و تسلطی بر دنیای تاریکی هم داشته. یعنی یه جورایی اونها هم ازش حساب می‌بردن و تحت سلطه سلیمان بودن و از سلیمان می‌ترسیدن، مثل اجنه ها، مثل دیو ها یا همون اجنه ها که کلا شبیه همه. یه روز من حتما یه ویدیوی در مورد اجنه شناسی و شیطان شناسی براتون میذارم و اینکه اصلا اسمش چیه، از کجا اومده، چرا اینا هستن و قدرت ایمانداران مسیحی چرا بیشتر روشون، چرا از مسیحی‌ها میترسن، چرا نمیتونن مسیحی‌ها رو تسخیر کنن و خیلی چیزهای دیگه من بهتون قطعا میگم. منظورم مسیحی‌هایی که ایماندار واقعی هستن و اینکه چجوری میشه اینا رو اخراج کرد، چجوری میشه کاری کرد که دیگه بر نگردن. و اینا یک ویدیوی کاملی در این باره براتون خواهم گرفت. اگه دوست دارین حتما تو کامنت ها برام نظرتون رو بنویسین، اگه سوالی دارین توی این قسمت که بعد بیام بهش بپردازیم. همینطور که میدونین خدای ما اسم داره، اسمها داشته از زمان عهد عتیق تا الان. خب شیاطین هم اسمای مختلفی داشتن و دارن هنوز. سلسله مراتب دارن، اسامیشون متفاوته و عملکردشون و قربانی هایی که براشون باید بدی هم متفاوته. به قدری شیاطین توی دنیای امروزه اومدن و توی دنیای سقوط کرده امروزه رسوخ کردن و در دل ما دارن زندگی میکنن که اکثر پیامبرها، نبیها و کسایی که ما به عنوان خداوند یا حتی پیامبر که توی یه سری از ادیان بهش حضرت میگن، میشه دید که شیطان میره و اینها رو وسوسه میکنه. چون خداوند وسوسه نمیکنه بلکه آزمایش میکنه، اما شریر یا همون شیطان میاد که انسانها رو وسوسه بکنه و از اون راهی که باید برن، راه درست، اونها رو خارج بکنه. مثلا مثل عیسی مسیح که قبل از به صلیب کشیده شدن شیطان میره و اون رو وسوسه میکنه توی بیابان و نزدیک 40 شب این شیطان روی مغز مسیح راه میره و عیسی مسیح هر بار یک جوابی بهش میده که دهن شیطان رو میبنده و این خیلی برای من با ارزشه. برای مثال وقتی که در بیابان عیسی مسیح روزه بوده به مدت 40 روز قبل از به صلیب کشیده شدنش، شیطان میاد و بهش میگه که چرا به سنگ‌ها فرمان نمیدی که برات نان بشن و غذا بخوری؟ اونم برمیگرده میگه انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به کلامی که از دهان خدا صادر میشه. اینجا یکیش بود. یکی دیگه میگه که از اینجا بپر پایین و بگو که فرشته ها بیان تو رو بگیرن. مگه تو پسر خدا نیستی؟ مگه تو قوی و قادر مطلق نیستی؟ چرا نمیپری این کارو نمیکنی؟ اونم جواب میده که خداوند خدای خود را میازما. و سومیش این بود که میگه که در برابر من زانو بزن و سجده کن، من تمام هر آنچه که در این دنیا، ثروت، همه چیزو به تو میدم. اما در جواب میگه که خداوند خدای خود را بپرست و تنها به او سجده کن. و اینجا بود که شیطان میره و مسیح از این وسوسه نجات پیدا میکنه و میره به سمت صلیب.
مسیح چون آب رو شراب میکنه توی عروسی یک معجزش بوده و اینکه 5000 نفر رو با 5 نان و 2 ماهی سیر میکنه. نه تنها سیر میکنه، 12 سبد از تکه های اضافی اون نونا و ماهی ها میمونه و چندین بار این اتفاق میفته و کلی معجزه های دیگه داره که اگه دوست داشته باشین یه ویدیو در این باره حتما ضبط میکنم که بهتون بگم که مرده زنده میکرده و چه کارهای دیگه ای که عیسی مسیح انجام داده. Put God first and everything else will follow. اما میایم نگاه میکنیم ببینیم که چه کسی بود که نتونست بایسته در برابر این وسوسه ها. برمیگردیم به داستان اصلیمون. سلیمان نتونست در برابر این وسوسه ها بایسته. دلیل اصلی این اتفاق این بوده، خب همینطور که میدونید سلیمان 700 تا زن داشته و 300 تا ندیمه که زیر دست اون زنها بودن، یعنی به طور کل میشه گفت که 1000 تا زن داشته. اما این اتفاق کجا میفته؟ اینجا که خداوند بهش میگه من همه چی رو بهت دادم و به خاطر داوود من قومتو برکت میدم، پادشاهی تو وسیع میکنم، اما از قومهای دیگه زن نگیر و خدایان اونها رو پرستش نکن. در صورتی که یک زن زیبا میاد و سلیمان درگیر میشه. درگیر چی؟ طمع، زیاده خواهی و جدا از این طمع شهوت. این باعث میشه که سلیمان افت کنه و حتی خادماش بهش میگن که اشتباه داری میکنی، مگه خدا بهت اینو نگفته؟ اون میخواست پشیمون بشه اما انگار جادو شده بود و نمیتونست از این کارش دست بکشه. میدونست کار درست چیه اما خودش انتخاب کرد که درگیر این موضوع بشه و اسم 4 خدایانی که براش قربانی میکرد و من میخوام بهتون بگم دونه دونه و اون خدایانشون چه چیزهایی میخواستن. بت پرستی میشه گفت. بت پرستی به معنی این نیست که فقط یه مجسمه باشه، بت باشه. خداهای نادیدنی زیادی داریم که اسمهای مختلفی دارن و خواسته های مختلفی که توی ایران هم متاسفانه خیلی رواج داره. اولش آشیره هست، خدای مادر در فرهنگ کنعانیان. آشیره یک خدای مادر در فرهنگ کنعانی بود و به عنوان الهه باستانی در بسیاری از منطقه‌های فنیقی و کنعانی پرستش می‌شد. او معمولاً به عنوان الهه خصومت، باروری و مادر همه موجودات شناخته می‌شد. در متون باستانی آشیره معمولاً به عنوان همسر یا همراه بعل به عنوان یکی از بزرگترین خدایان در پانتئون کنعانی شناخته میشد و آشیره به عنوان همسر الهی او شناخته میشد. یعنی فکر کنین حتی همسرم داشتن. پرستش آشیره معمولا در معابد خاص انجام میشد و نمادهایی مانند درختان مقدس، ستونهای آشیره برای پرستش او در مکانهای مختلف قرار میگیره که در کتاب مقدس پرستش آشیره به عنوان یکی از کفرهای یا گناهان بزرگ مطرح شده. خداوند در تورات به شدت از پرستش این الهه متنفره میشه گفت و منعش کرده. 2. ملکوم، خدای موآبی ها. ملکوم خدای موآبی ها بود که در مناطق موآب، جنوب اردن امروزی و اطراف آن پرستش میشد. او به عنوان خدای آتش و خدای جنگ در نظر گرفته میشد و در برخی از متون باستانی به عنوان خدایی که نیاز به قربانی انسانی داشت شناخته میشد. یکی از معروف‌ترین ویژگی‌های پرستش ملکوم قربانی کردن انسان‌ها، به ویژه قربانی کردن فرزندان یعنی نوزاد برای او بود. این قربانی‌ها اغلب در آتش سوزانده می‌شدند. این نوع قربانی‌ها برای جلب رضایت ملکوم یا برای پیشبرد پیروزی‌های نظامی و جنگی انجام می‌شد. در کتاب مقدس، در کتاب حزقیال و مزمور به ملوک اشاره شده و از قربانی کردن انسان‌ها برای او به عنوان عملی شنیع و خلاف دستور خداوند یاد شده. خدای بعدی کیموش هست، خدای فینیقی‌ها. خدای موآبی‌ها بود که در بیشتر موارد به عنوان خدای جنگ و خدای ویرانی شناخته می‌شد. او به ویژه در فینیقیه در میان موآبی‌ها هم پرستش می‌شده. در کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس بهش اشاره میشه. مشابه دیگر خدایان جنگ، کیموش به پیروان خود وعده قدرت در جنگ و فتوحات نظامی میداد. همچنین در زمانهای بحران و جنگ‌های شدید مردم به او دعا و قربانی می‌کردند. در برخی از داستان‌ها به قربانی کردن فرزند به نام قربانی به کیموش اشاره شده است. این نوع قربانی‌ها مانند قربانی به ملوک شامل سوزاندن فرزند برای جلب توجه یا رضا
از این خدا بود. در کتاب دوم پادشاهان که توی کتاب مقدس هست به وضوح اشاره دارد که یوشیا پادشاه یهودی معابد کیموش را در اورشلیم نابود کرد و پرستش او را ممنوع ساخت. خدای چهارم، خدای فینیقی ها و کاهنان باستانی. در کتاب لاویان و کتاب ارمیا به این خدا هم اشاره شده و در منابع تاریخی و باستان شناسی اشاره هایی به معابد ملوک و مراسم قربانی در کنار مجسمه هایی به شکل مردی با سر گاو یا شبیه به آن یافت می شود. این خدایان شیطانی خدایانی بود که سلیمان به راه اونها رفت و براشون قربانی میکرد و براشون معبد ساخت. همون جوری که برای خانه خدا در اورشلیم خانه‌ای ساخت، برای اونها هم یک جایی میساخت و شروع کرد به قربانی دادن و حتی قربانی کردن کودک. اما اینجا بود که خدا گفتش که دیگه نمیذارم پادشاهی تو ادامه پیدا کنه به این طریق، ولی به خاطر داوود پدر تو که عهد بین من و اون نشکست و دلش با من راست بود، میام این پادشاهی رو از یک شاخه به تو میدم از طریق پسرت. ولی یک موردی هست که میخوام بهتون بگم که چجوری میشه که این داستان خاتمه پیدا میکنه. تو کتاب مقدس تو اول پادشاهان اگه بریم بخونیم باب 11 شورش یربعام داریم. یربعام خادم سلیمان بوده. جدا از این که خداوند چند نفر رو برمی انگیزه عصبانیتشون و خشمشون رو نسبت به سلیمان که برن سلیمان رو بکشن و اینا رو خدا قرار میداده که برن سلیمان رو بکشن به خاطر کاری که کرده بود. اما اینجا میبینیم که یربعام بر علیه اون شورش میکنه که اون پادشاهی به اون برسه. توی راه یربعام به یک نفر میرسه، یک نبی به اسم اخیای شیلونی نبی که در راه به اون بر میخوره. چون یربعام از اورشلیم میخواست بیرون بره، به اخیای شیلونی نبی در راه برخورد. اخیا ردای نو بر تن داشت و آن را گرفته و 12 پاره کرد. 10 پاره را برای خود بگیر، به یربعام میگه این 10 پاره، این 10 قسمت رو برای خودت نگه دار. زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید: اینک من مملکت را از دست سلیمان پاره میکنم و 10 قبیله را به تو میدهم. اما به خاطر خدمتگزارم داوود و شهر اورشلیم که آن را از میان تمامی قبایل اسرائیل برگزیده ام، یک قبیله از آن او خواهد بود. زیرا او مرا ترک کرده و اشتاروت الهه سیدونیان، کموش خدای موآبیان و ملکوم خدای امونیان را پرستش کرده است. او در طریقهای من سلوک نکرده، آنچه در نظر من است به جا نیاورده و فرایض و قوانین مرا همچون پدرش داوود نگاه نداشته است. لیکن همه پادشاهی را از دست او نخواهم گرفت، بلکه او را در تمامی روزهای زندگیش فرمانروا خواهم ساخت. این کار را به خاطر خدمتگزار برگزیده خود داوود خواهم کرد، زیرا که او فرایض و فرامین مرا نگاه می داشت. 10 قبیله رو پس ازش میگیره و به خادمش میده یربعام و یه دونش رو نگه میداره برای نسل سلیمان، اونم به خاطر اینکه پدر سلیمان آدم خوبی بوده. خیلی جالبه. تا خدمتگزارم داوود در اورشلیم، شهری که برای خود برگزیدم تا نام خود را در آن بگذارم، همیشه چراغی در حضور من داشته باشد. اونقدر داوود براش عزیزه که بعد از مرگش هم میگه باز به یاد اون میخوام یک چراغی روشن باشه، نسلشو به کل نابود نمی کنم، منقطع نمی کنم، اجازه میدم که ادامه پیدا کنه، چون من داوود رو دوست داشتم. خدا دوستداران خودش رو، کسایی که دوست داره رو اینجوری برکت میده. میشه گفت که لعنت تا 7 نسل ادامه پیدا میکنه و برکت تا 1000 نسل. آیا امروز انتخاب میکنی که برکت باشی یا لعنت برای خودت و خانوادت؟ بستگی داره که تو چه انتخابی بکنی امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ویدیو هم به پایان رسید. تا ویدیوی بعدی و موضوع بعدی، فعلا خدا نگهدار.